با گسترش علم در قرن 19 نگاه انسان بر پدیده‌های هستی نیز از جمله دین و آفرینش انسان فراتر رفت. باستانشناسان در این راستا نقش پررنگی داشتند. در سال 1902 فردریک دیتلز، باستانشناس آلمانی که آشورشناسی برجسته بود، ادعا نمود که کتاب مقدس کهن‌ترین کتاب نیست و پیش از آن اقوامی دیگر کتاب‌های مقدسی داشتند که محتوای آن شباهتی به کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان دارد. این تز موجب شک در اقتدار و قداست انجیل شد. قرآن برای مسلمانان کلام خداست که از سوی خدا توسط جبرئیل بر محمد نازل شده است. هر مسلمانی که بر این حکم شک روا دارد مرتد است و باید کشته شود. شاید به همین علت باشد که در کشورهای اسلامی تاکنون هیچ پژوهشی که رنگ و بوی دانش و علم داشته باشد منتشر نشده است. در همین راستا در سال 2000 کتابی در عرصه قرآن شناسی با عنوان خوانش سریانی آرامی قرآن در آلمان منتشر شد که انتشار آن اتفاق بزرگی بود در این عرصه. کریستوف لوزنبرگ نام نویسنده این اثر است. خوانش سریانی آرامی قرآن پس از انتشار بسیار سریع بخش‌هایی از آن به زبان‌های دیگر ترجمه شد. خود کتاب نیز به زبان انگلیسی ترجمه شد. لوکزنبرگ اسلام شناسی است که زبان شناس نیز می باشد. به زبان‌های باستانی و جدید سامی تسلط دارد و سالها در این عرصه به ویژه زبان آرامی تحقیق کرده است. لوکزنبرگ در همین رابطه به درک تازه‌ای از قرآن دست یافته است. او در این اثر کوشیده است تا ثابت کند اعراب در ترجمه قرآن از زبان آرامی به عربی دچار اشتباهات فاحشی شده‌اند که این اشتباهات در فهم قرآن موجب کژفهمی ها شده است. مبنای پژوهش‌های لوکزنبرگ این است که از آنجا که قرآن در آغاز بدون نقطه گذاری بوده، به هنگام نقطه گذاری بسیاری از واژه‌های سریانی آرامی که در قرآن بودند نادرست نقطه گذاری شدند و به همین دلیل نیز معانی واژه‌ها، اصطلاحات و به ویژه مفاهیم دینی تغییر کرده است. در این ویدیو با توجه به تحقیقات لوکزنبرگ به بررسی معنی شب قدر می‌پردازیم و خواهیم دید چگونه سالها با ترجمه اشتباه از معنی اصلی این کلمه آگاه نبودیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول خوانش سریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ و کتاب دوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. لوکزنبرگ قصد جدال با مسلمانان را ندارد. او معتقد است که قرآن در راستای سنت مسیحیت بنیان گرفته شده است، سخنی که بسیاری از مسلمانان آن را میپذیرند. او در این راستا میکوشد واژگان قرآن را معنی کند و نادرستی ترجمه و کاربرد آنها را در قرآن باز نماید. عنوان کتاب نیز بر این نکته تأکید دارد: خوانش سریانی آرامی قرآن، جستاری در رازگشایی زبان قرآن. شب قدر نام شبی است که در قرآن به خصوص سوره قدر از آن نام برده شده است. اغلب مسلمانان اعتقاد دارند قرآن برای اولین بار در شب قدر از سوی خدا بر محمد نازل شد. اسلام شناسان نظرات متفاوتی درباره معنای شب قدر در قرآن ابراز کرده اند، از جمله اینکه سوره قدر ریشه در یکی از اشعار افرایم سوری، کشیش و شاعر مسیحی سده 4 میلادی دارد و منظور از شب قدر تولد عیسی مسیح است. دوم اینکه این سوره
اشاره‌ای به نزول قرآن نکرده است و همچنین قرآن در یک شب نیز نازل نشده، بلکه بر طبق روایت ها محمد سوره های قرآن را در طول 23 سال دریافت کرده است. برای آشتی دادن این دو دیدگاه مفسران مسلمان این طرح را پیشنهاد کرده اند که فرشتگان ابتدا قرآن را در یک شب به پایین ترین سطح آسمان فرود آوردند و جبرئیل از آنجا به طور تدریجی متن قرآن را بر محمد در مکه و مدینه وحی کرد. واژه قدر در سوره های انعام آیه 91، سوره زمر آیه 67، سوره حج آیه 74 و سوره طلاق آیه 3 نیز مشاهده می شوند، اما در هیچ کدام از این سوره ها قدر به معنی سرنوشت یا حکم آنطور که در سوره قدر بیان شده نیست. در این سوره ها واژه قدر بیشتر به معنی برآورد، اندازه‌گیری و تخمین است. بنابر نوشته زبانشناس آلمانی کریستوف لوکزنبرگ در کتاب خوانش سریانی آرامی قرآن، سوره قدر در اصل خبر از تولد مسیح می دهد و نه از نازل شدن قرآن. مترجمان قرآن در سالهای بعد به دلیل اینکه قرآنهای اولیه به خط سریانی آرامی نوشته شده بود و این خط فاقد نقطه بوده، در برخی ترجمه های آن به عربی دچار اشتباه شده اند و اگر به زبان آرامی و خط سریانی تسلط داشته باشیم متوجه بسیاری از این خطاها می شویم و معانی اصلی و رازهای نهفته قرآن آشکار می گردد. در آیه 3 سوره قدر حرف ش در واژه شهر به معنی ماه باید به حرف سین به سحر از ریشه سوری آرامی سحرا به معنی نگهبان شب برگردانده شود که پس از حذف نقطه ش آیه 3 این معنی را می دهد: شب قدر از 1000 نگهبان شب ارجمندتر است و نه از 1000 ماه ارجمندتر. لوکزنبرگ ادامه می دهد که واژه های شب، محافظان شب، فرشته، روح و صلح که سوره قدر به آنها اشاره کرده است واژه هایی هستند که در انجیل لوقا نیز مشاهده می شوند. این بخش از انجیل اشاره به فرشته ای می کند که شب به چوپانهایی که از دامهای خود محافظت می کردند خبر تولد مسیح و صلح بر روی زمین را می دهد. پیش از یافته‌های معاصر، قرآنشناسان دیدگاه روایی اسلامی درباره ارتباط محتوای این سوره به نزول قرآن در یک شب بر محمد را پذیرفته بودند، اما این ارتباط در تحقیقات جدیدتر زیر سوال رفته است. مطابق یک نظر منبع این سوره یکی از اشعار افرایم سوری درباره تولد عیسی است و مطالعه لغات مورد استفاده در آن مثل شب قدر، سرنوشت نشان می‌دهد که با عبادات مسیحی مرتبط است. شعر افرایم سوری چنین است: این شب زنده‌داری را همچون جشنی معمولی تصور نکنید. این جشنی است که ارزشش از 100 جشن بیشتر است. فرشتگان نزدیک به خدا و دیگر فرشتگان در آن روز پایین آمدند تا حمد تازه‌ای بخوانند. منظور از پایین آمدن در واقع فرود عیسی از آسمان به زمین است و نه نزول قرآن. لالینگ، شومیکر و گیوم دی از این نظریه پشتیبانی می کنند و امیر معزی نیز آن را قابل قبول می یابد. البته افرادی مثل کوپرز هم این سوره را با 2 متن یهودی کتاب خرد و عهد 12 شهپدر شبیه می دانند. اما در مقابل برخی از مفسران مسلمان معتقدند که قرآن 2 بار بر محمد نازل شده است: نازل شدن فوری در شب قدر و نازل شدن تدریجی در طول 23 سال. به گفته علامه طباطبایی قرآن از کلمه انزله استفاده می کند که نزول فوری را توجیه می کند. با این حال برخی دیگر معتقدند که نزول قرآن در 2 مرحله اتفاق افتاده است. مرحله اول نزول کامل آن در شب قدر به فرشته جبرئیل که در پایین ترین آسمان است و سپس مکاشفه آیه به آیه بعدی وحی بر محمد توسط جبرئیل بوده است. بنا به نوشته مفسران اسلامی وحی در سال 610 میلادی در غار حرا در کوه جبل النور
در مکه آغاز شد. اهل سنت اعتقاد دارند که طبق حدیث نبوی شب قدر در یکی از 10 شب آخر ماه رمضان واقع شده است. اغلب شب 27 را شب قدر می دانند و در آن شب به دعا و شب زنده‌داری می پردازند. مسلمانان سلفی نیز اعتقاد دارند که در شب قدر در تمام روزگار همان شبی بود که قرآن در آن نازل گردید و دیگر تکرار نمی شود. برخی نیز معتقدند که تا زمان زندگی محمد شب قدر در هر سال تکرار می شد، اما پس از وفات محمد شب قدر از بین رفته است. برخی نیز معتقد بودند که شب قدر شبی است که در تمام سال ولی هر سال شب نامعلومی است. در سال بعثت در ماه رمضان بوده، اما در سالهای دیگر ممکن است در دیگر ماه‌ها باشد. مسلمانان اهل سنت در سراسر جهان به اعتکاف و احیای این شبها می پردازند. آنها در این شبها به خواندن قرآن، ذکر و دعا می پردازند. بر اساس روایات شیعه از امام جعفر صادق نقل شده شب قدر تا قیامت باقی است و در ماه رمضان واقع شده است. در روایات شیعه آمده است که قدر یکی از 3 شب 19، 21 یا 23 در ماه رمضان است که احتمال شب 23 بیشتر است. در اصول کافی نیز آمده است که تقدیر در شب 19 است. با پذیرش پژوهش‌های روشنگرانی همچون لوکزمبرگ، مسلمان مؤمن چه به دست می آورد و چه از دست خواهد داد؟ در این شکی نیست که این گونه از روشنگری ها نه علیه مؤمنان بلکه به نفع آنهاست تا دانایی خیش را بالاتر ببرند و به ارزش‌های واقعی زندگی پی ببرند.